کسایی که رفتن تو خود این سایت ها گفتن که از مواد مخدر اعتیاد شدیدتره. یک اعتیاد میاره، برنامه‌شون هم به گونه‌ای که نه تنها ارتباط نامشروع بین یک دختر و پسر بیگانه دنبال اینن که چنان هویت نه اسلامی انسانی از بیخ و بن و ریشه در بیارن و بیان زمینه رو آماده بکنن که چنان فحشا راه بندازن که افراد بین محرم ها بیان ارتباط نامشروع ایجاد بکنن و خودشون حالا گزارش میدن صحیح باشه یا نباشه که موارد گوناگونی تو خود ایران و خارج از ایران توانستن از طریق این سایت ها و از طریق همین موبایل ها ارتباط های نامشروع بین خواهر و برادر، بین پدر و دختر و بین پسر و مادر به وجود بیارن. دیگه چیزی مونده جز ظهور دجال؟ یعنی چیزی مونده جز ظهور دجال؟